هر یک کلمه که از زبان ما بیرون می آید می تواند سرنوشت ساز باشد. گاه انسان در لحظه خشم، ناامیدی یا غضب بر ضد خود، فرزندان یا مال و دارایی خود دعای بد می کند، به آنکه بداند که سخن می تواند به ساعت اجابت دعا موافق آید. از همین سبب پیامبر اسلام محمد علیه السلام ما را از چنین عمل خطرناک هشدار داده‌اند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. پیامبر علیه السلام فرمودند: بر ضد خود دعای بد نکنید، بر ضد فرزندانتان دعای بد نکنید و بر ضد مال و دارایی خود نیز دعای بد نکنید، زیرا ممکن است آن دعا به ساعت موافق آید که در آن از الله چیزی طلب کرده شود آن را اجابت کند. این حدیث مبارک بر ما درس بزرگ اخلاق تربیت می دهد. بسیار وقت انسان هنگام غضب یا رنجش سخن می گوید که بعداً از آنها سخت پشیمان می شود. اسلام ما را با اداره کردن زبان، صبر و تحمل و انتخاب سخن نیک دعوت می کند. وقتی فرزند اشتباه می کند یا مشکلی در زندگی پیش می آید، نباید آنها را لعنت کنیم یا برایشان دعای بد نماییم. بجای این از الله تعالی برای آنها هدایت، اصلاح، برکت و موفقیت بخواهیم. همچنین مال و دارایی نعمت الله است. شکرگزاری و دعای خیر سبب زیاد شدن برکت می گردد، در حالی که دعای بد می تواند انسان را از نعمت محروم سازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما را آگاه می کند که شاید همان لحظه که سخن بد می گوییم به وقت اجابت دعا موافق آید و آن دعا پذیرفته شود. از این رو مسلمان همیشه باید زبان خود را به ذکر خدا، دعای خیر و سخنان نیک عادت دهد. همیشه برای خود، فرزندان، اهل و خاندان و تمام مسلمانان دعای نیک نماییم.